من دکتر علوم فیلولوژی доцент Раджабов مربوط قسم هستم. ما امروز از روی فن تاریخ ادبیات عرب دوره جاهلی صحبت میکنیم. موضوعی که ما در مورد اون هم روی شما صحبت میکنیم این شعر عهد جاهلی است. قبل از اون که ما در مورد شعر عهد جاهلی با هم صحبت کنیم باید دانیم که تاریخ جهانی ثابت می‌سازد که تمام قوم و ملت‌ها با هم پیوستگی قوی دارند و در تاریخ با هم رابطه‌های زیست داشتند و در پهلوی همدیگر رشد و تحول نمودند و از جمله مردم عرب از قدیم با گذشتگان ما بسیار هم رابطه استوار داشتند. یعنی ما از تاریخ می‌دانیم که در دوره تا اسلامی جهان در بین دو امپریا تقسیم شده بود. یکی امپریای رومی‌ها و دیگر امپریای فارس‌ها و هنوز از عهد هخامنشی‌ها همین روابط بین مردم عرب و فارس و تاجیک شروع شده است. اگر ما با تاریخ نظر دوزیم بعضی از مناطقی که امروز هم به حیث کشورهای عرب شناخته می شوند در اون دوران در زیر تابعیت امپری فارس ها قرار داشتند و یکی از این منطقه ها مثلا عراق است که مرکزش هیره بود و آن باجگذاری امپری فارس ها محسوب می شد. یعنی آنها همچون دست نشانده دولت فارس ها تا آخری یعنی برقرار بودن امپری ساسانیان یعنی که ادامه داشت همین چی و قسمت دیگر مثلا قسمتی که ما امروز شام میخوانیم و ما پایتختش جلیق بود که امروز دمشق است در زیر تابعیت رومی ها قرار داشتند و همین دو در دوره که ما مورد آموزش قرار میدهیم دو دولتداری عربی ارزی هستی داشتند. یکی این دولت لخمیان یا که لخمیان مناظره میگویند در قسمت عراق که پایتختش هیره بود و دیگر دولت غسانیان که دست نشانده امپریای رومی ها بود و در میان این دو امپریا و در مثلا دوره های گوناگون تاریخی بسیار جنگ و جدال ها هم صورت گرفته است و مهم آن است که ما باید پیش از آن که در مورد شعر عهد جاهلی ارزش و اهمیت آن سخن کنیم باید همین روابط استواری که میان این خلق‌ها در آن دوران یعنی ارزی هستی داشت آگاه باشیم زیرا تاثیر و نفوذ دولتداری فارس ها در همین قسمت عراق خیلی برجسته به نظر میرسد و واقعا هم همین تاثیرپذیری در فعالیت و ایجادیات شاعران اون دوران برجسته احساس می شود. البته ما وابسته به اون تحقیقاتی که انجام یافتند دوره های ادبیات عرب را تقسیم بندی میکنیم، تقسیم بندی کردیم و البته محققان هر یکی از دید و نظر خود تقسیم بندی کردن. مثلا بعضی محققان به 3 دوره تقسیم کردن اما از همه معروفترین تقسیم بندی که میان دانشمندان رایج است امروز این به 5 دوره تقسیم بندی نموده. دوره های تشکل ادبیات عرب است. این یکم دوره این دوره عهد جاهلی است که ما در مورد اون وابسته به اون که به همین دوره
با یعنی که تاریخی ساسانیان خیلی رابطه زیج دارد ما در این مورد سخن نمودیم و در رابطه با این باید گوییم که البته بعضی از شاعران عهد جاهلی مثلا عشا الاکبر میگویم با دربار ساسانیان خیلی علاقمندی زیج داشت و رفت و آمد داشتند زبان فارسی حتی مثلا در تاریخنامه ها در آثار تاریخی اگر نگاه کنیم حتی با دربار نومان منذر یکی از پادشاهان لخمی فرستاده شدن بهرام گور هم قصه بهرام گور رو اگر خونده باشید این یعنی بهرام گور اولین کسی که مثلا شعر فارسی گفت و مثلا در تاریخنامه ها ثبت شده است او از اولین ها شده زبان عربی رو از خود کرده است و بعد یعنی بسیار یعنی دانش خوبی زبان عربی داشته است در درباری از بس که در درباری لخمیان خیلی شاعران زیاد عرضی هستی داشتن فعالیت میکردن و یعنی علاقه در همین دوره ما رشد و نموی یعنی که شعر درباری رو به مشاهده میگیریم که در موردش ما در هنگامی که در خصوص ایجادیات شاعران حیره سخن میکنیم در این مورد باز همراه شما صحبت میکنیم و مهم آن است که یعنی همین پیوستگی همین رابطه و علاقمندی زیچه که در قدیم جای داشت یعنی بعداً در دوره در عهد اسلامی هم ادامه داشت و یعنی زبان عربی ادبیات عرب و زبان فارسی تاجیکی و ادبیات فارسی تاجیکی همیشه در پهلوی هم در یعنی که رشد و نمو پیدا کردن و به هم تاثیر متقابل گذاشتن و خوشبختانه امروز به شرافت استقلالیت کاملی که دولت ما دارد و با دستگیری حکومت تاجیکستان ما امکان داریم که در همین موضوع آزادانه صحبت کنیم و همین رابطه های عهد قدیم رو یعنی ریشه های آن رو سرچشمه این روابط رو یعنی از خود نماییم. البته شعر عهد جاهلی این زاده یعنی بادیه های نجد و حجاز است و شاعرانی که ما در مورد آنها صحبت میکنیم شعر آنها یعنی از محیط بادیه گرفته شده است یعنی که اکثر شاعرانی که در همچون شاعران معروف عهد جاهلی شناخته شدند اینها شاعرانی میباشند که در محیط بادیه به کمال رسیدند و زیاده 120 شاعری عهد جاهلی رو نام آنها در سرچشمه ها ذکر گردیدند که ما البته مهمترین از این شاعران و زندگی نامه نمونه اشعار آنها رو همراه شما مورد آموزش قرار میدهیم. در رابطه با موضوع مذکور ما باید گوییم که مهمترین شعر و معروفترین شعری که میان یعنی عرب ها از عهد جاهلی باقی مانده است این معلقات است. معلقات یعنی قصیده های می باشند که از بس که میدانیم که قصیده این قدیمترین شعر عرب ها است و وقتی که ما شعر سنتی عرب میگوییم ما قصیده رو در نظر داریم یعنی قدیمترین نوع شعری است که یعنی بین عرب ها یعنی معروف گردیده است و بعدا بسیار رشد بی سابقه پیدا نموده است. یعنی معلقات قصیده های می باشند که از جانب معروفترین شاعران عهد جاهلی یعنی سروده شدند و در بعضی از سرچشمه ها تعداد آنها 7 شماریده شده است. مثلا
азбаски мо медонем ки шеъри аҳди ҷоҳилӣ танҳо дар давраи исломӣ гирдоварӣ ва тадвин карда шуданд. ба чӣ хотир? Ба хотири он ки дар аҳди ҷоҳилӣ мардуми араб асосан ба қувваи ҳофиза такя мекарданд ва китобатро эътироф намекарданд. аз ҳамин хотир ҳамаи ашъоре ки дар давраи ҷоҳилӣ яъне иншо гардида буданд, онҳо аз ҳофизаи яъне ки ровиён интиқол дода шудааст. яъне ки ҳар як шоири маъруф дар назди худ ровӣ дошт ки шеъри ӯро ҳис мекард ва ба дигарон яъне ки муаррифӣ мекард. ва як хусусияти давраи ҷоҳилӣ ҳамин аст ки шеъри аҳли ҷоҳилӣ барои таъйин намудани арзишу аҳамияти он ҳамасола дар бозори укоз ки дар мавсими ҳаҷ сурат мегирифт, мардум ҷамъ меомаданд ва доварон таъйин карда мешуданд ва шеърҳо аз ҷониби шоирон ба қироат мегардиданд дар ҳузури мардум ва доварон. ва ҳамин гуна дар миёни мардум доварон арзишу аҳамияти ҳар яке аз шеъри шоироне ки дар он ҷо шеър хонданд муайян менамуданд ва ҳамин гуна шеъри беҳтарин интихоб карда мешуд. ва ана ҳамин муаллақоте ки мо гуфтем аз беҳтарин ашъоре ҳаст ки аз ҷониби доварон ҳамчун шеъри беҳтарин баргузида шуданд ва мувофиқи ахбори сарчашмаҳо, масалан ибни рашиқ ё ки ибни халдун дар осори худ ин нуктаро таъкид карданд ки ин ашъор ба сабаби он ки калимаи муаллақатун медонед аз решаи аллақа овехта шуда гирифта шудааст ва гӯё ин ашъор дар девори каъба дар давраи ҷоҳилӣ овезон карда мешуд. яъне ки бо оби тилло навишта шуда дар он ҷо овезон карда мешуд ва бо чандин номҳо хонда мешаванд. алмузаҳабат ҳам мегӯянд аз ин хотир, асабъу тивал мегӯянд ва ҳамзамон ассумут ҳам мегӯянд. яъне ки сумут дурдона аст, дурдонаҳои ба гавҳар ба ришта кашида шуда. яъне ҳамин гуна бо ҳамин номҳо маъруфият пайдо карданд ва асосан мо дар заминаи 7 муаллақоте ки бисёр маъруф ҳастанду ҳамоди ровия онро гирдоварӣ ва тадвин кардааст, мо аз рӯи он яъне дар интихобан намунаи ашъори ин соҳибони муаллақотро яъне ки мавриди омӯзиш қарор медиҳем. дар мавриди мавзӯъ ва муҳтавои муаллақот агар мо суҳбат кунем, бояд донем ки мазмуну аслан калимаи қасида аз калимаи қасада яқсиду аст. яъне ба маънии нияти ба ягон тараф, ба ягон самт рафтанро дорад. яъне ки шоире ки дар аҳди ҷоҳилӣ қасида месароид, вай дар таркиби қасидаи худаш ҳамон роҳи сафари худро аз як мавзеъ ба мавзеъи дигар тасвир кардааст. масалан қисмати якуми қасида ин қисмати насиб ё ташбиб ё қисмати тағаззулӣ аст ки шоир дар он ёди гузашта ва ёди маҳбубаи худаш мекунад. масалан имрулқайс ки яке аз маъруфтарин шоирони аҳди ҷоҳилӣ аст ва шеъри ӯро баъдан дар мунаққидони адабиёт дар асрҳои миёна шеъри шоиронро бо ӯ қиёс мекарданд, бо номи қифанаб ки бисёр маъруфият дорад. масалан яъне дар ҳамин қисмат яъне маҳбубаи худро яъне чунин тасвир кардааст: қифанабки мин дикра ҳабибин ва манзили бисиқти лива байна дахули фаҳавмали فطوضح فالمقرات لم يعثر اسمها لما مسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآن في عرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل
كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف عنزلي وقوفا بها صحب علي مطيهم يقولون لا تحلق أسا وتجملي فإن شفاي عبرة محراقة فهل عند رسم دارس من معولي. یعنی قسمت تغزلی قصیده با همین گونه ابیات شروع می شود. یعنی ما در موردی وقتی که انتخاباً شعر صاحبان هفت معلقات رو یعنی که مورد آموزش قرار میدهیم وابسته با کدام خصوصیت همون معلقه معروفیت دارد از همون قسمت میگیریم. مثلا بعضی معلقات با قسمت تغزلیش معروفیت یافته است، بعضی معلقات با قسمت پند و اندرزیش معروفیت پیدا کرده است. از این خاطر یعنی که مثلا یا اینکه شاعران دیگر رو وقتی که میگیریم مثلا انتره رو وقتی که مورد آموزش قرار میگیریم قسمت تغزلی معلقه انتره هم خیلی معروفیت دارد. هل غادر الشعراء من متردمی ام هل عرفت دار بعد توهمی یا دار عبلة بالجوای تکلمی و عینی صباحا دار عبلة وصلمی. یعنی اگر ما مشاهده کنیم در هر دوی شعری که من اینجا حاضر خوندم شاعر یادی گذشته کرده است. مثلا امرؤ قیس به همسفرش میگه که کیف نبکی من ذکر حبیبنا و منزلی، یعنی که دم باز است، یعنی که ما ایستاده یادی گذشته و محبوب یعنی که همون وقتی که در راه سفر آنها سوار اشتر میرفتن از بس که میدونید که عرب‌ها قبیلوی زندگی میکردن و از یک جا به جای رفته در همونجا در یک مدت معین می ایستادن و همین گونه زندگی اونها به طریق کوچمنشگی میگذشت. همین چیز در شعر انعکاس خود را پیدا کرد. وقتی که شاعر در راه سفر همون موضعی که زمانی یعنی که یعنی قبیله در آنجا مسکن گزیده بود و محبوبش خانه محبوبش در آنجا قرار داشت، در همونجا هنگام گذشتن همسفرشون میگه که باز ایست و ما یاد گذشته کنیم، اشک ریزیم با یاد گذشته ای که مثلا یعنی چگونه بود زندگی ما مثلا در آنجا بعد صفات‌های محبوبش رو می‌آورد، یعنی همین گونه چی است. یا اینکه از جمله از آن انتره هم همین خیلی قسمت هل غادر الشعراء من متردمی ام هل عرفت دار بعد توهمی یا دار عبلة بالجوای تکلمی عینی صباحا دار عبلة وصلمی. یعنی که مراجعت به خانه محبوبش کرد، منزلی ترک کرده محبوبش کرده ایستاده است که یعنی که به سخن آگو به من همون قصه گذشته رو نقل کن. یعنی همین گونه در دیگر شاعران هم ما عیناً همین حالت رو مثلا در شعر طرفه اگر ما نگاه کنیم در قسمت نصیب قصیده همین گونه یعنی لخولة أطلال ببرقة سحمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحب علي مطيهم يقولون لا تحلق أسم وتجلدي. یعنی همین گونه عیناً اینم همین یاد چی رفته در راه سفر رفته ایستاده است، یعنی که وقتی که منزلی محبوبش رو میبیند ایستاده یعنی در آنجا میخواد یادی گذشته کند. یعنی همین قسمت نصیب یا تشبیه یا قسمت تغزلی قصیده از یادی گذشته کردن شاعر و به یاد آوردن اون یعنی که روزهای نیکی گذشته یعنی که شروع میگردد. ما بعضی از معلقات رو وقتی که مورد آموزش قرار میدیم از قسمت پند و اخلاقیش نمونه اشعار انتخاب کرده همراه شما تحلیل و ترجمه میکنیم به خاطر اون که این شاعران با همین خصوصیت یعنی که با همچون شاعری حکیم معروفیت یافتند و شعر آنها نهایت یعنی بسیار ارزشی بلندی چی دارند، ارزشی بلندی پند و اندرزی دارند. آنها رو شاعران حکیم خواندند و یکی از اینها یعنی زهر ابن ابی سلمة می باشد. ما اگر شاعران هفت معلق صاحبان هفت معلقات رو نگاه کنیم در چی اول
امرؤ القیس می ایستد، یعنی طرف ابن ابن می ایستد، یعنی عنتره و بعدا حارث ابن حلیزه، لبید ابن ربیعه، عمرو ابن کلثوم و زهیر ابن ابی سلمه در این قطار قرار دارند که ارزش و اهمیت ایجادیات آنها نهایت بلند است. خیلی که ما گفتیم زهیر ابن ابی سلمه همچون شاعر حکیم شهرت یافته است. مثلا در معلقش او با بسیار اندیشه های سودمند اخلاقی بیان کرده است. مثلا میگوید ولم یسانع و من لم یسانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤتى بمنسم ومن يجعل المعروف من دون إرضه يكن حمده ضمن عليه ويندم ومن حاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. یعنی میگوید که اگر که انسان در زندگی با همون جامعه‌ای که زندگی میکند اگر موافقت نداشته باشد، یعنی با دندان‌های اشک روزگار خواهیده شود. یضرس بأنیاب و یؤتی بمنسم و من یجعل المعروف من دون ارضه. کسی که نیکی را نه در جای خودش میکند، به جای اون که در جواب اون یعنی سخنی خوب شنود، برعکس یعنی که مذمت میشنود، یعنی که نیکی را هم باید در جای خودش ما انجام دهیم. یا اینکه میگه و من حاب اسباب المنایا ینلنه و این یرقى اسباب السماء بسلم. حتی میگه کسی که از مرگ هراسیده با نردبان تا آسمان رود هم در همونجا هم مرگ او را در مییابد. یعنی این گونه اندیشه های پند و اخلاقی هنوز در عهد جاهلی در ایجادیات شاعران عرب بسیار برجسته انعکاس گردیدند و از این خاطر یعنی این یعنی وابسته به ارزش و اهمیتی یعنی همین معلقات، یعنی ما باید گوییم که البته هر یکی از اون قصیده هایی که با نام معلقات معروفیت پیدا کردند و همزمان قصیده های شاعران دیگری که مثلا در شمار معلقات قرار نیافتند، اونها پیش از همه ارزشی بلندی تاریخی دارند، وابسته به حادثه های مختلفی تاریخی معلومات آوردند. مثلا از یکی از چنین شاعران حارث ابن حلیزه است. حارث ابن حلیزه در معلقه خودش از بس که دو قبیله بین همدیگر بسیار در دوام زیاده از 40 سال جنگ شدید میان این قبیله ها صورت میگرفت، او در داوری قبیله خودش شعر گفته است و از جمله جانب مخالف را و یعنی که مساوات و یعنی که صلح دعوت کرده است. و او میگه که فاترک الطیخ و تعاش و اما تتعاش و فی التعاش یدار. یعنی اکنون تکبر و غرور رو ترک کنید و خود رو به نادانی نزنید. میگه علینا جناح کندت ان یغنم غازیهم و من الجزاء. اگر میگه قبیله کنده بر سر قبیله شما یعنی که تاخته یعنی جنگ کرده در اونجا، یعنی که بر ضد شما جنگ کرده باشد، آیا گناه ما در اینجا چیست؟ یعنی همین گونه بسیار هم یعنی در شعر این شاعران یعنی ارزش بلندی تاریخی اشاره به حوادث مختلفی تاریخی دیده میشد که بعداً تاریخ نگاران از روی آنها تاریخنامه همون دوره رو نگاشتند و همزمان ارزش بلندی ادبی رو نیز این اشعاردارا می باشند و ما در مورد آنها باز درس‌های دیگر با شما صحبت میکنیم. ارزش پیش از همه ارزش بلند این قصاید در آن است که شعر سنتی عرب از اینجا سرچشمه گرفت، من بعد رشد نمود و همیشه یعنی شعر سنتی عرب در ادبیات عرب رونق و رواج به اندازه داشت و امروز هم تا به امروز
یعنی که شعر سنتی همچون سرچشمه شعر عرب، همچون یعنی شعری که یعنی تمامی یعنی ادبیات عرب بعداً از اون سرچشمه گرفته است، یعنی شناخته می شود و بعداً در این خصوص ما درس‌های دیگر با صحبت می‌کنیم. البته شما باید هنگامی که این اشعار رو مورد آموزش قرار می‌دهید باید از نظر یعنی بسیار با افتخار از وطنداری با افتخار از گذشته خود آن را آموزید، برای اون که نگاه کنید در عهد جاهلی گذشتگان ما یعنی چگونه به مردم عرب یعنی تاثیر داشتن، رابطه زیج داشتن با آنها و این علاقمندی در شعر شاعران چگونه انعکاس. مثلا من در اینجا شعر حارث ابن هلیزه را خواندم. علینا جناح کندت ان یغنم غازیهم و من الجزا گفته است. در اینجا نگاه کنید بجای آنکه بانبون گوید، بانبون گناه هستم، جناح گفته است، گناهی که در زبان فارسی تاجیکی این کلمه فارسی تاجیکی است. یعنی نگاه کنید چگونه زبان فارسی تاجیکی به آنها تاثیر داشته است و انا همین تاثیرپذیری و از زبان فارسی تاجیکی در عهد جاهلی در شعر شاعران خیلی و خیلی زیاد انعکاس یافته است که ما وقتی که هر یکی از این شاعران رو مورد آموزش قرار میدیم در هنگام سبک و اسلوب و زبان شعر آنها رو آموختن و این مسئله ها باز اشاره می نماییم. سلامت باشید. تشکر.